خبر قتل محمد باقرов یکی از لیدران غیر رسمی پرنفوذ از خوروغ شهر بوسی ازور اهولی در شرق تاجیکستان در یک لحظه به تمام منطقه رسید و در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفت. مقامات تاجیکستان او را سرکرده گروه متشکل جنایی نام میبرند که در پی مناقشه داخلی کشته شده است. طرفداران و مخالفین برون مرزی از او همچون راهبر مردمی میگویند که با دلیری سرپیچی از تسلیم شدن به حکومت مرکزی جان باخت. به هر حال مرگ محمد باقرov به قول کارشناسان رابطه بین هم مشکل حکومت مرکزی را با ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده تر کرد. محمد باقرov که در بین مردم با نام باقر معروف است، سرهنگ و پلکوونیک بازنشسته خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هیچگاه رسما تلاش‌های جاه طلبی سیاسی خود را نشان نداده است. با وجود این تاثیر او به حیات روزمره ولایت مختار کوهستان بدخشان و سطح شهرتش نمیتوانست رشک خیلی از وکیلان و رئیسان و حاکمان را در کشور برانگیزد. روز چنین دستاوردهای سیاسی او را هر طرف هر خیل شر میدهد. مقامات هنوز از سال 2012 در گزارش‌های خود پیوسته محمد باقر را سازماندهنده دایره‌های جنایتی در محله برخوروغ نام میبرند. طبق خبر منتشر شده در صحیفه‌های نزدیک به اداره استخباراتی تاجیکستان از سال 1995 تا سال 2022 به ضد محمد باقر 34 پرونده جنایتی باز شده است. اما این همه مدت باقر نه تنها به زندگی عادی خود مشغول بود، بلکه همواره نفوذ و اعتبار نظررسی داشت. نزدیکانش میگویند او یک آدم سختگیر بود، اما نه یک بیرحم که قادر به قتل و جنایت‌های دیگر باشد. محمد باقر در سالهای 90 در صف نیروهای مسلح اتحاد مخالفین تاجیک در درگیری‌های منطقه طویل‌دره می‌جنگید. او بعد امضا شدن قراردادهای صلح بین اتحاد مخالفین تاجیک و حکومت تاجیکستان در سال 1997 به رتبه سرهنگ و پلکوونیک رسید و فرمانده یکی از واحدهای مرزبانی نویه مرغاب در مرز با قرقیزستان و چین بر دوش گرفت. زمانی که مرزبانهای روس منطقه‌های مرزی ولایت مختار کوهستان بدخشان را ترک کردند، بسیاری از نظامیان تاجیک در پریشانی بودند. تجربه دیدبانی مستقلانه مرز، واحدهای نظامی و غیره را نداشتند. سیستم شروع به شکستن کرد. در آن وقت باقر به طور برای بسیاری‌ها غیر چشم داشت خود را همچون یک راهبر ماهر و با اراده نشان داد. با وجود روزهای سخت و دشوار او با هر راه و واسطه قسم نظامی خود را به یکی از بهترین ها تبدیل داد. میگوید یکی از دوستان نزدیک محمد باقرov به قول او محمد باقرov سربازان خود را نوابسته از محلشان حتی بعد انجام خدمت نظامی دستگیری میکرد. به حل مسئله پیدا کردن کار و خانه‌دار شدن آنها نیز میپرداخت که این باعث پیدا کردن نفوذ و اعتبار در بین مردم شد. 8 سال دشوار را به حفظ مرز دولتی تاجیکستان صرف کردم. قسم نظامی من یکی از بهترین بود، اما بدون هیچ اساس من را از کار بیرون کردند. دلیل هم امین بود که برای بعضی از منصبداران خوش ناومدم. وقتی که سال 2007 توانستم 730 کیلو مواد مخدر را دستگیر کنم، بعد از آن مرا دشمن اعلام کردند. گفته بود محمد باقرov در مصاحبهش برای جای آزادی در سال 2012. به قول از خویشاوندان نزدیک محمد باقر او بعد رفتنش از ارتش به یک شخص سیاسی تبدیل یافت. از آن زمان او وارد مناقشه با نمایندگان مقامات شد. سال 2018 رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان با یک سند امضا گذاشتند که بر اساس آن از عملهای غیر قانونی خودداری میکنند. بعد از این آنها را به دوشنبه آوردند و به منطقه های دیگر تاجیکستان سیاحت بردند. محمد باقرov آن زمان دعوت مقامات را نپذیرفت. سالهای اخیر فشارهای زیادی را احساس میکرد از سوی مقامات. میگوید یکی از افراد نزدیک به محمد باقر او میافزاید وضعیت مالی باقر خوب نبود. از حساب قطعه‌های بازمانده خود در مرغاب زندگی میکرد و ماشین کونه اوپل داشت. نظامیانی که از دوشنبه به ولایت مختار کوهستان بدخشان می آمدند وقتی میفهمیدند که آوازه‌ها در مورد ثروت‌های بیشمار باقر افسانه بیش نیستند و او یک فرد عادی است که موقع خود را آشکارا بیان میکند، در حیرت ماندند. میگوید امصوبت ما علیم شیرزمانوف سیاستمدار مخالف که یک زمان با محمد باقرov نزدیک بود میگوید اینکه مقامات مشکلات منطقه را در محمد باقر میدیدند اشتباه آنها بود. آنها واقعا بر اینند که مردم در همه منطقه یکسانند و اگر در جایهای دیگر موفق شدند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز
چنین خواهد شد. اما مایل‌های واقعی تحولات اجتماعی در میانند. ما سال 1992 به تاجیکستان پیوستیم. تا این زمان این منطقه در تاریخ خود به هیچ کدام دولت به شکل واحد تعلق نداشت و همیشه خود مختاری حاکمیتش را نگاه می‌داشت. میگوید شیرزمانوف در این منطقه مردم برابر بود. دهقان میتوانست حتی امیر را تو خطاب کند، زیرا در این زبان‌ها شکل دیگری مراجعت وجود ندارد. این نه خوب است و نه بد. این ذهنیت برخواسته از توسعه اقتصادی منطقه است. تعظیم و دیپلماتیا از جای شروع می شود که اقتصاد و دولت توسعه می یابد. چون این شرایط طی کننده افکار است. به این خاطر ذهنیت مردم بدخشان در 100 سال آینده برای مثال از مردم خوجند فرق خواهد کرد. تاکید میکند شیرزمانوف. در چنین جامعه ها همیشه طلبات به افراد مثل محمد باقر وجود خواهد داشت که در نهایت به یک مرجع غیر رسمی قدرت تبدیل می‌یابد. باور دارد علیم شیرزمانوف.